از جمله افشاد صحیح است تقارب زمان نزدیک میشه. رسول صلی الله علیه و میگه که تقارب زمان چی معنی میده؟ که سال مثل ماه وارد میشه، یک ماه مثل یک روز وارد میشه، یک روز مثل یک هفته مثل یک روز، یک روز مثل یک سال. ما شما رو مشاهده میکنیم. مثلا مشاهده میکنیم مثلا کسایی که عمر 30 سال 40 سال 50 سال یک لمح البصر کلی عمر تیر شد. هفته به هفته ما شما چقدر تیر میشه. چهارشنبه درس است، بعد چهارشنبه میاد. دیدید که برکت نمیمونه، برکت گرفته میشه از چیز. مطلقاً ورداشته میشه. اما اون 24 ساعت است. ما دلت به این میکنه که قدرت الله عزوجل میکنه. 24 ساعت است. خدای برکت نمیبره. زود یک چیز تیر میشه. هفته به هفته، روز به روز، سال به سال. نه. در حدیث از رسول صلی الله علیه و آله میگه که لا تقوم الساعه قیامت وقتی برپا نمیشه که فتنه ها پدیدار نشه، دروغ بین مردم زیاد انتشار پیدا نکنه و چی و بازارها به دیگر نزدیک نشن. به زمان مثلا بازار مثل در مدینه شاید یک بازار بوده باشه، یک بازار شده بوده باشه. ما تقارب اسواق نزدیک شدن بازار روز ما مشاهده میکنیم. اشکال مختلف بازارها با میگیم. مثلا شما دارید چقدر مارکت‌های نزدیک دارید، در حالی که 100 سال پیش به این شکل نبود، 200 سال پیش به این شکل نبود. مثلا در 200 سال پیش در یک جای مردم بازار با مردم جمع شد. دیگه در اونجا علما میگن تقارب الاسواق معنیش همین است که بسیار زود یک جنس میتونه تا امروز خود در پاکستان نشستی میتونه از اروپا جنس خریداری کنی و بسیار عادی از طریق نت، از طریق فاکس بسیار زود میتونه خریداری مثلا فی اتا پولش هم بگردن. اداره بینه که تقارب الاسواق، اما اداره بینه میکنه که شر است، میبینه که چیزی از رخ میده و بعد روز قیامت میاد. یک چیزی که رسول الله قبول داره که شرک در امت ما دوباره پدیدار بشه. شرک بعضی مردم مشرک میشن. رسول الله در حدیث میگه که حدیث ترمذی روایت میکنه ابو داود، حدیث ثوبان قال رسول وقت میگه شمشیر در امت ما گذاشته شد لم یرفع عنها الى یوم القیامه، امداد که شمشیر در امت ما به کار برده شد تا روز قیامت رفع نمیشه. یعنی به این خاطر میشه بعضی کسا با وحدت مسلمانان بسیار کار این شکلی ما باید کار کنیم. خب باید داشته باشه که شمشیر از امت رسول بیرون نمیشه، حتما امت میجنگه، در بعض جاها دیگر میجنگه. و عمر بن الخطاب که بود حذیفه بن الیمان برش میگفت تو دروازه هستی یا عمر، اگر تو شهید شدی کشته شدی فتنه ها در امت سرازیر میشه. واقعا عمر بن الخطاب شهید شد 6 سال بعد از خلافت عثمان میبینیم که مردم میشورن من عثمان را دادخانه به قتل میرسن. عثمان مثلا که قیمتا بشارت جنت داره بود میکشن. میبینید که بین صحابه مثلا جنگی که بین صحابه باز جنگی که بین مسلمانان رخ این طرف بینه که همیشه محمد در جنگ است، حالات میگه که امت در جنگ میباشه. در افغانستان مثلا این که مسلمانان واسه جنگی ده خود داری وقت رسول مثلا میگه چی کنیم در وقتی که امت ما با دیگر میجنگه این وقت فتنه است که شمشیر باید از چوب جور کنی. مثلا دو طایفه مسلمان با دیگر میجنگن، خوب میفهمی که مردمای نیک و صالح هستن، نه مردم نیک و صالح. یک بار جنگ در میگه در مثلا اداره بینه میکنه که کافر است یا این کافر است، سه سنت دیگر متهم میکنن، اما ما نباید به این جنگ خود داخل کنیم. خب ما صرف به این باشیم که در این وقت اینطور نباشیم که ما قدر تیرم رو بچه کنیم که دیگر جنگ زیاد در دیگه به کار دیگه برسه. و متاسفانه اکثر مسلمانان که در این فتنه ها کسان اکثر الا کسر که الله نجات بده در این فتنه ها واقع میشن. در فتنه که بین مسلمانان جنگ باشه. یک وقت پیش دولت عمر کس آمده بود که جنگ خوارج که بین مسلمانان جنگ بود، گفت که تو چرا با ما نمی جنگی؟ باز گفت که ما وقت جنگیدیم که با مشرکا جنگیدیم که چقدر مشرکین از بین بردیم شمشیر خود داخل نمیدیم، شما خود مسلمانان رو میکشین. یک از خوارج به یک نفر عالم مسلمان میگم که علمای سلف بود بسیار میخواست با دلیل قانع کنن که علیه خلافت بجریه با ما ابگیری شد. گفت قسم بالله دلت اگر دو نفس میرسیم با شما میجنگیدم. گفت تو گفت به این معنی که اینقدر این خمره گفتم ضعیف این قاری نشدم، اگر دو اینقدر بر ما گفتین این معنی که مرا گیر کردن یک گفت دو روز که میداشتم یکی با شما میجنگیدم و رویم از بین میره، یکی رو با حق میده، چون یک روزا رو خدا میخوایم به درای شما باشه. از دو خاطر خدا میشه باشیم در جنگ فتنه که بین مسلمانان میشن که شمشیر خود ما باید چوب دور کنیم و زمان مبارزه نباشه که جنگ دیگه هم چی بودیم شور بودیم. این فتنه شما مردم دیگه واقع میشن. خصوصا در حدیث میگه که گفتم شیر لا تقوم الساعه قیامت برپا نمیشه حتی تلحق قبایل من امت المشرکین، تا که قبایل از امت ما و مشرکین پیوند نشه ملحق نشه. دیگه کسا از امت رسول مشرک میشه. یک و حتی تعبد قبایل امت الاوثان، تا ادعی از قبایل از امت ما بت‌ها را پرستش میکنه. ببینید در این رسول دو قسم ذکر میکنه. یکی مردم است که بت‌ها را پرستش میکنه در امت پیدا میشه مردم. یکی کسایی هستند که با مشرکین ملحق میشن پیوند. این علما تفسیر به می است او مثلا وثن پرستش میکنه بود یا بت‌ها را پرستش میکنه یا مثلا از قبر با خود بود جور میکنه.
بهش طواف میکنه از اون میخواد و بدی وقت تقسیم مقصد دادن که مشرک از این مسئله شرک با صحبت کنه یکی از قبر مثلا همطور میخواد از درختها مثلا مردم میخوان از سنگا مثلا مردم میخوان حتی بعضی کسا از بسیار جای دیگه مثلا میخوان مثلا از حیوانای گفاز مسلمانان الله نمیدونه یکی بعضی کسایی است که یارا پرستش نمیکنن قبری گفاره بت‌ها را قوان قسمی با مشرکین چی میشن پیوند دارن میشن این ما شما مشاهده میکنیم حکم بغیر منزل الله است یعنی در جایی که پیروی حکم الله عزوجل صورت نگیره که مردم از این پیروی دائما که شرک پیروی کرده بیست ظهور الفحش و قطیعت الرحم و سوء الجوار از جمله برادرات فتنهایی که ما شما مشاهده میکنیم اساسا من خبر داره کی است فحش زیاد میشه در بین مردم فحش اقسام مختلف داره دشمن دادن دشمن بین مردم زیاد میشه فساد بین مردم زیاد میشه دشمن قطیعت الرحم مردم سلی رحم قطع میکنن و اینو ما شما مشاهده میکنیم چطور مشاهده میکنیم حتی مشاهده میکنیم نفر بسار میکنیم میگه برادر این شاید تجربه مشون کرده باشین برادر فلانی کاکای چطور است میگه حالا 3 سال از زیر اول نداره که در در پشاور زندگی میکنه 1 سال از اول نداره ماما چطور است میگه من خیلی خبرم 5 سال پیش تلفن کرده بود خبر ای ماما بود به چه موازی نیست نه تنها ماما و کاکا بچه ماما و بچه کاکا نه تنها حتی با فامیل خسر تماما نسل رحمی میثاق است که بنی اسرائیل گرفته شده بود حتی اگر تو کسی پرسان نمیگه تو باید از آن پرسان کنی خصوصا کاکا مامای مردم حتی ولو که با تو خط رابطه میکنن تو باید با اینا خط رابطه باید نکنی حتی ولو فاسق و حتی اگر مشرک هم باشن خود صرف کاره شمشیر نبراید در پالی امریکایی نباشه علیه بجنگه مشرک است خلاص در یک منطقه است علیه دشمن نیست علیه شمشیر نگرفته تو حتما باید پرسان باید کنی صله رحم چون نمیشه تو پرسان باید کنی اگر برهنه باشه باید ضروری لباس بخری اگر فقیر باشه باید فقرش باید صد و حاجت باید برش کنی این صله رحم میگه ما متاسفانه به کجاست دیگر رسول الله صلی الله علیه و آله میگه که سوء المجاوره به این معنی که با همسایه خود تعامل بد کرده رسول الله صلی الله علیه و آله کسی که با الله و روز آخرت ایمان داره اذیت خود از برادر مسلمان خود از همسایه خود باید دور نگاه کنه گیر مورد اذیت قرار نده رسول الله صلی الله علیه و آله میگه جبریل اینقدر میگه من توصیه کرد اینقدر سفارش درباره همسایه حتی فکر کردم که همسایه از من میراث میگیره یعنی اینقدر برای من نزدیکه و واقعا برادر با شما که همسایه آنقدر به انسان نزدیک میشه که از کاکا از بسیار خشخام کنه اما متاسفانه داری خود جنجال ما خودم گرفتار هستم برادرها مشاهده همگی باشن مسلمانه بعد ما همسایه خود اول خبر نداریم کی است این نمیفهمیم 2 سال دیگه زندگی میکنیم پس میبریم نمیفهمیم که همسایه ما کی است از کدام منطقه است قبیله از این خوبان که این فقیر است یا غریب رسول در حدیث میگه از من نیست 3 بار میگه که کسی که در خانه خود نان نمیخوره وسیل میشه و همسایه‌اش گرسنه است این را به که همسایه باید با خبر باشه همسایه باید باید با خبر باشه متاسفانه ما به خاطر خبر نیستیم که صفت بخل در مسلمانان زیاد شده و این بخل از علامات روز قیامت است رسول صلی الله علیه و آله میگه در رحم کسی یک بحث بسیار طولانی است که باید صورت بگیره که قاطع رحم نیست که رحم کسی قطع میکنه این به جنت داخل نمیشه از جمله علامات روز قیامت است که مردمای سفید ریش و سر خود رنگ سیاه میکنه تشبه بالمشیخه که رسول صلی الله علیه و آله مطلقا مردم با حذر باید یعنی به این معنی که وقتی ما میگیم رنگ سیاه صورت نگیره اما کسی که مثلا خینه میکنه یا مثلا رنگای دیگه مثلا میکنه کدام حرج نیست شرعی کسی کنه وقتی رسول صلی الله علیه و آله به این توصیه میکنه که کار صورت بگیره و رنگ سیاه نباید صورت بگیره میگه که بعضی احادیث قرآن شکلی رسول صلی الله علیه و آله ببین رسول صلی الله علیه و آله در چی میگه در وقتی که پدر ابوبکر صدیق وقت آوردن ریش بسیار میگه سفید بود باز گفتن که ریش زیر تغییر بدن غیروا هذا بشيء یک چیز میگه تغییر بدن رنگ ریش زیرا وشتن بوستواد خاصیایی اجتناب کنن ریش زیر شاه رنگ باید نکنن کثرت الشوخ بخل در بین مردم زیاد میشه بخل در حدیث رسول الله صلی الله علیه و آله ان یظهر الشوخ زیاد میشه رسول الله صلی الله علیه و آله که هر وقت زمان جاتر شده میره همینقدر مردم بخیلتر شده میره وقتی که انسان بخیل شده همسایه خود اول نمیگیره از کاکای خود اول نمیگیره از مامای خود بخاطر که اول میگه احتمال میده که چیز بخواه از تو بخواه و اصل به انسان باید نباشه انسان باید بی باشه که صفت مسلمان که مؤمن همیشه صفت سخاوت باید داشته باشه رسول الله صلی الله علیه و آله میگه از بخل پرهیز کنید میگه بخل کس امتهای قبر شما رو میگه هلاک ساخته میگه این بخل بود اینا رو مجبور که خونه که دیگر رو بریزانن و مهارم که دیگر رو میگه حلال کنن و مطلب بخل نمیشه که برای صداش شمشیر نمیره مردم میکشه از بین میبره دیگه در حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم است که جمله شاد ساعت تجارت در بین مردم زیاد میشه که حتی زنا با شوارع خود شریک میشن این کدام کار بد نیست اما یک علامت نشانه روز قیامت است رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که از جمله علامات روز قیامت است که مال زیاد میشه
و تجارت در بین مردم انتشار پیدا میکنه. واقعا همیه زال اکثر مردم تجارت اشتغال پیدا میکنه، تجارت چیزی نیکی است کسی کنه، اما دلت بینی میکنه اون کار مذموم است، اما یه علامات روز قیامت است. رسول صلی الله علیه و سلم میگه من از فقر بر شما نمیترسم، و میگه من قصد میترسم که دنیا بر شما دروازه‌های خدا باز کنه. در یک بار میگه شما مسابقه را برپا کنید، یکی دیگر حسد کنید و میشه که کسای قبل شما هلاک کرده بود شما را هلاک کنه. خود مشمول سن مشاهده میکنه. این برادران میشه خصوصا کسای تجار هستن، کسای دکاندار هستن. همیشه برادران میگن رزق با رزق الله عز و جل. هر قدر کوشش کنی رزق دنیا مقسوم است، تقسیم شده است. بسیار مردم میبینیم که یک صد از خانه بیرون میشه، مال خیر جا میکنن. بسیار مردم شب و روز در خانه است، عشر مال پیدا کرده، به خاطر است اون تقسیم شده است. اما تو وظیفه است که باید بگردی در روی زمین. رزق باید بگردی. خود انسان نباید روی حسد باید کار کنه. و اکثر دکاندارا و تجارا و به این مرض بسیار مزمن و مهلک است. مثلا میبینیم که قصاب بد میبرن، نانوای بد میبرن. این نفر تجارت کسر میکنه، تجارت کتاب میکنه. اون تجارت کتاب میکنه بد میبره. چرا بد میبری؟ انسان باید نباشه به این شکل. روزی رزق برای تو است. ببینید برادر، انسان مسلمان حتی علمای در قدیم نقل قول میکنن، علمای سلف قدیم نقل قول میکنن. یه وقت تو یک دکان یک نفر میره در کشورهای اسلامی، مثلا در این مناطق مکه نقل قول میگه 100 سال پیش. یعنی قضیه 100 سال پیش دور نیست، بسیار نزدیک است. مردم قسم میکنن قصه که زبان با زبان نقل میشه. میگه وقت دکان یک دیگه فروش مثلا میرفتی، درش میگفتی من میخواستم دیگه از پیش بخرم. خب صحیح باش چی میکردی که جگران باش میکردی که 100 نه 80 باز 70 باز 55 باز. وقتی میرسه مثلا 55 10 متر برابر میگه برادر بیا دکان ما پایین شو، دکانم سایه خود میورده. میگه اینمی تکه اینمی کمپانی اینمی چیز کنه به جزوس بده، میگه متر 55 10 متر رابطه. این نفر سوال میکنه مشتری که چرا این کارا کردی؟ میگه خاطر کار کردیم که ما میگه متوجه بودیم که صبح تا شام چیز نفروختم و مشتری نداشتم. میگه ما خود گرفتم بانک برادر این کارا کنه. وقتی که تم جامعه برادرها بار بیاد بازو ما میگیم واقعا اسلام سر ما اصلا میکنم. فقط که ما کل ما در بخل باشیم، حتی به این باشیم یک برادر یک لباس میشه، به این باشیم ولی لباس چقدر ما جان لباس گرفته شده. به این شکل باید نباشیم. الله عز و جل ما اثبتنا ظلم کنه و ما را متمسک بسنت بدن. کثرت الزلازل به اشاره کردیم. رسول در حدیث میگه لا تقوم الساعه. قیامت برپا هم حتی تکثر الزلازل که زلزله ها زیاد میشه در بین مردم. البته زلزله رو مشاهده میکنیم. ولی کسانی میگه چیز طبیعیه مرض هم طبیعی است. طبیعی اما دری انگیزه‌ای است که زلزله برپا میشه. زلزله چند وقت پیش برپا در کشمیر، در پاپاش تو بازارها نفر از من نفر از فوجیان موندن یا خیلی کشته شدن. صحیح است. این زلزله که صورت گرفت از بعض مردم عذاب است. عذاب بود برای بعض مردم تنها اینا رو بود. بس بعض مردم ابتلا است. مثلا در این منطقه زلزله شد. برای بعض مردم این ابتلا است که گناه نکنن. برای من ابتلا در پشاور باید گناه نکنن. یک نفر در کراچی ابتلا است نباید گناه کنه. و یک نفر در مدینه ابتلا است نباید گناه کنه. این ابتلا برای مردم بود. که نباید کار برسد. گرید به ایمان چی بود؟ دیگه مثلا بعض مردم چی بود؟ می عذاب در حقیقت یک نوع رحمت بود. بعض مردم نیک و صالح بودن در بین مردم فاسق و فاجر. زلزله تماما برد و جهنم داخل کرد ان شاء الله. از این مردم طبیعی است که بعید از ایمان شاد میکنه باشه. و عام شکل به می است. رسول در حدیث میگه اگه شما میگه امر معروف نهی از منکر نکردین، امر معروف نهی از منکر نکردین، میگه عذاب سر شما مدنی است. یک صحابه میگه پسر که میگه رسول اگر میگه در بین ما مردمای صالح زد باشه، ها میگه که صالح زد باشه. اذا كثر الخبث، همین خباثت که زیاد شد، صالحین هم با خود میبره جای میکنه. و کدام صالح که او را میبره، و همین است که صالح باید مصلح باشه، باید مردم امر معروف نهی از منکر کنه. در قرآن کریم میگه ذکر است که معذرت ربکم. مردم گناه میکنه، مردم سیرت است. یک مردم متقن گفتن هر کار مردم میکنه خلاص کنه. دموکراسی است. ایده مردم گفتن که ما هر قدر اینا رو بگوییم اینا خود از موقعی و دلال خود اینا پس دوباره چی نمیشن و حالت اولی خود نمیان. بس دست خود اینا مشکلی ما رو دعوت نمیکنه. سیولی گفتن نه، ما باید نزد الله دل باید دلیل داشته باشیم. ما باید مثلا ما باید امر معروف از منکر کنیم، مگر کردن یا نکردن مسئله ما نیست. ببینید وقتی که عذاب میاد کی هلاک میشه؟ مردم فاسق و فاجر هلاک میشن. کسایی که گفتن که ما چقدر از اونها هلاک میشن. الله عزوجل این دسته رو چی میکنه؟ نجات میده. کدام دسته؟ دسته که امر معروف نهی از منکر. کوئی دسته که گفته بودن که عالم بودن گفته بودن که اگر کنه فایده نیست دری قرآن سکوت است. و علما اکثر به این هستن که طایفه هم هلاک شده رفت. و این در اصرافی است که نامش قرآن کریم ذکر نمیکنه که در کدامش هلاک شوندگان است یا دیگه که در نجات شوندگان. خاص و مسخ و خاص و بهتر ما شما گفتن پر رفتگی بپا
زیاد میشه. مردم صالح در روز قیامت، نزدیک قیامت، رسول صلی الله علیه و سلم میگه قیامت در وقت برپا نمیشه که میگه الله عزوجل مردم صالح رو نگیرن. و کی باقی میمونه؟ مردم بسیار ارزه و مردم بیهوده باقی میمونه. مردمی که نه میگه معروف هم میشناسن نه منکر. غیر مجموع فل حتی در جای خود مجموع مشاهده میکنه. مردم نیک گرفته میشن. مردم میونه مردم ناصالح. و در روز نزدیک قیامت جا شده میری مثلا. در حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم میآید، یا حدیث ببینیم که حدیث رسول دیگه زمان سر مردم میاد که مردم غربیل میشن، یغربلون فی غربله، غربیل میشن میشه که فی حدیث رسول الله یبقى منهم حصاله، یعنی غربیل که میشن از کی باقی میمونه مردم حصاله. به این معنی حصاله چی معنی در زبان عربی؟ اما چیزی که باقی مانده که چیز انسان میخوره با دروس مندازه دیگه نمیخواد بخوره. در متای چی بسا گلاس یا هر چیزی که مثلا میشینه میگه میگین این مردم باقی میمونن، غربیل میشه مردم، ایمان مردم غربیل میشه. هر کس دعوا کرده که من تو ایمان دارم صاحب ما خلافت میرم میرم یک بار غربیل میشه، فال میاری یا نمیاری، راست میگه دروغ میگه. ایمان اکثر مردم میگه دعوای مردم که مثلا ما حال کلی مجموعه دعوا ایمان دارم، وقتی که اضطراب معلوم میشه که ایمان مصادقه است، ایمان مصادق نیست، دو انسان صادق و صادق. خب میگه اینا کسای باقی میمونن که نه عهد دارن نه امانتی و در بین دیگر اختلافات در بین خودم مختلف هستند. در حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که مردمایی که ارزه و بیهوده میباشه علامات قیامت است، این مردم چی میشن؟ این مردم رهبر دیگه مردم‌ها جور میشن. مردمای هرزه، الان ما شما مشاهده میکنید مردمای هرزه رئیس جمهور شورای اسلامی جور شدن. از افغانستان ما شما میگه تا پاکستان کی مثلا فلان مادر فلان چی بود اینا مردم هرزه ببین یک بار حتی تنزوار به رئیسای مثلا مردمایی که تا یادشون با خون مردم آغشته است یا با مال مردم آغشته است، سابقه کمونیستی، شولایی، فساد، مال یتیم آورد می‌دفع، کسایی که متقاعدن نمی‌خواید که بورا نشسته برخواست داشته باشه. اینا یک بار اسافل از مردم اسافل الله رسول الله صلی الله علیه و سلم یک بار نبلند میشه. در حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه سر مردم میگه سالهای میاد که خداعات چی معنی؟ به طور فریب میده. در وقت میگه مردم خائن کلی میگه امانتکار است. رسول الله صلی الله علیه و سلم و مردم صادق مردم میگه دروغگوست. یصدق فیها الكاذب، آدم کاذب مردم صادق میگه، آدم صادق مردم کاذب میگه. یؤتمن فیها الخائن، مردم خائن مردم میگه امانتکار است، رو باید امانتکار باید بدن. یخون فیها الامین، انسان امین که اصلا مردم میگه خائن است. پیش مردم خائن است، خائن است. و ینطق فیه الرویبده، و رویبده میگه نطق میکنه، صحبت میکنه. صحابه پسند کردن که رویبده و کسی است که آدم سفیه و احمق بسیار امور بسیار بزرگ یاد میزنه. حالا ما شما رو مشاهده میکنه خرد مردم ها بسیار امور کلام صحبت میکنن، چیزای صحبت میکنن که حیران میمونه تماما دروغ. مردم صادق دروغگو پنداشته میشن. مثلا مثلا مثال میده، مثال با صراحت تمام مردم یادشون که امریکا دو برج امریکا که از بین ده، تمام مردم حتی بعضی کسایی که مردم مسلمان مردم مؤمن هستن حتی وی هستن که نه این خود امریکا جور کرد، چرا بخاطر امریکا گفته. آدم صادق که شیخ المجاهدین میگه شیخ اسامه میگه اینو ما کردم، میگه نه دروغ میگه، اینا میگه کردم. حالا شما اینو مشاهده نمیکنم با چیز مطلقاً مشاهده، یعنی بی بی سی رو ما تصدیق میکنیم فقط یک مجاهد تصدیق نمیکنیم. 30 نفر در پاکتیاس مجاهدین کشته شد، اینو ما تصدیق میکنیم از این بی بی سی و صد امریکا. و در صورتی که دیگه سون میایم که ما میگن نه نشده کشته، اینا دروغ میگن. ما میگم نه اصلا میاد به اتفاق شد، اجماع امت رخ داد، کفار کل اتفاق کرد. مثلا اینو مثلا مشاهده میکنیم که رهبری که مثلا در جنگلات بخاطر در کوهها در خام مثلا تیر کرد، سالهای متمادی تیر کرد، امروز در صف جهاد است، مثلا برای گفته میشه که آدم خائن است و برکت که در نظام را امریکا است میگن آدم صادق است. این طرف خود باید تطبیق کرده مثلا و کسایی که زمین آدم رفتن به اون جور مردم رو صادق میگن. این عجب است، یعنی ببینید چیز عجیب شده. خب باز جالبی است که روای بده نیست، آدم نطق باز میکنه، صحبت سر میکنه. این روسایی که شورای اسلامی نیست، از این مشرف اینجا که کلش تا گرفته با اونجا یه بصارت بطوری شما زندگی را بخون که چقدر یا روای بده هستن. یک کسی که نتونه بگه صلی الله علیه و سلم، یک کسی که بگه بسم الله الرحمن الرحیم، یک کسی که واجبات نماز را بین داشته باشه، نماز شاید بسخوش را عادی باشه، هیچ قسم سر امت صحبت کنه و خلافت برما برسه و صحبت که میکنه فکر میکنه تمام دنیا به جزیره دنیا را میلرزن. این دلت به این میکنه که مردم ها زور کرده نظرشون شما مشاهده میکنه. یک حدیث از رسول الله میگه که از جمله اشراط قیامت که قیامت نزدیک میشه،
ان تكون التحيه للمعرفه. تحیه و سلام برای معرفت و شناخت است. مثلا تا وقتی من کسی نشون برای سلام نمیکنم. رسول صلی الله علیه و سلم میگه ان من اشراط الساعه، از علامات روز قیامت همی است یسلم الرجل علی الرجل، که یک مرد دیگه سلام بده، لا یسلم علی الا مگر یک رو میشناسه. فلان شما مشاهده میکنیم و رسول صلی در حدیث میگه از طرف شب شما نماز بخوانید و صله رحم کنید و مردم نان بتین و سلام در بین خود افشا کنید بین مردم. به جنت داخل شوین به بسیار امن و سلامتی. در کسی که میشناسه سلام بده. سلام به معنی سلامتی و سلامت. و گفتم میده درس داشته بود نفر سلام میگه باز به جانش میزنی. میگه که نه سلام. در حدیث دیگه از رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که نمی حدیث اکتفا میکنیم دو حدیث دیگه است. کتابت در بین مردم زیاد میشه که ما شما مشاهده میکنیم حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم. ظهور القلم انتشار پیدا میکنه بین ما شما مشاهده میکنیم کتاب‌ها و کتابخانه‌ها در سنت رسول الله ترغیب سنت رسول مردم اعراض میکنن. رسول الله صلی الله علیه و میگه وقت آمدنی است که یک نفر از مسجد تیر میشه، بیاد داشته مسجد تیر میشه بهتر که نماز هم نمیخوانه. در حدیث دیگه رسول الله صلی الله علیه و میگه که میگه مردم در آخر زمان که مسجد را و خود جور میکنن. این درود از بخاطر که راه نزدیک شه ما داخل از بازار میخواد این سرک داخل بکشه. در مسجد رو که نماز ادا نمیکنن. و این آنچه که فقها میگن حدیث رسول الله شما در مسجد داخل میشین دور که نماز باید بخوان. تحیت المسجد مستحب است انسان بخوان. نشستن علما مکروه میدن که باید بشین قبل از این. خب وقتی که در مسجد داخل شدی که اذان شد از مسجد باید بیرون میشی. یک حالت استراحتی حالت دیگه از کسی وفات میکنی مسجد که اذان شد داخل مسجد بودی باید ادا کنی. خب سبب مشاهده میکنیم یا خواب میکنن مسجد بیرون میشه. مسجد اگرارا و خود در بازار رو میدین یا جمله چی آخر زمان است. زنهای برهنه کالا پوشیده هستن خب برهنه است در بین مردم چی میکنن انتشار پیدا میکنن. شما باید بدرم از حدیث خواندم ما به دقت نکردم چند وقت چند سال ما خوانده بودیم. در حدیث رسول الله صلی الله علیه و آله میگه سيكون في آخر امتی رجال، در آخر زمان میگه مردای از امت ما میباشن که میگه یرکبون علی سرج کاشباع الرحال. ببین کل علما تفسیر به این میکنن به این موترهای که ما شما داریم یعنی شبیه به مرکب است که سوار میشن. خب مرکب شبیه به مرکب چی نامیده؟ حتما شتر میبود یا مثلا الاغ میبود. شبیه مرکب اینه که در آخر زمان یعنی میمونه که این مرکب موترها سوار میشن. در حدیث دیگه که مردمان میگه مردمای بسیار چی هستن زینت آرایش کرده هستن لما ینزلون علی ابواب المساجد در دروازه مسجد میگه نازل میشن این نماز هم میخوان باز مردم. خود زناشن چی است؟ نساءهم کاسیات عاریات. این موضوع مشاهده کنید. این نفر میبینی که زنش مثلا کاسیه ولی به این معنی که کاسیه چی معنی کالا پوشیده خدایقت برهنه است. رسول الله صلی الله علیه و میگه موهایشان میگه مثل کوهان شتر یعنی موهای دقیق جمع میکنن در اینجا. این علما منع کردن اینا به این باشین برادر. خواهر مادر ما شما در خانه‌ها هستین مدبر هستن که به این شکل موی من است. موی کس به این شکل کنه زنا به این شکل. رسول الله صلی منع کرده که ظلمات روز قیامت است مردم این کارا میکنن. فانهن ملعونات میگه زنای ملعونه هستن نزد الله عز وجل. و در حدیث رسول حدیث رسول الله صلی الله علیه و که جمله دو صنف از امت ما که میگه مطلقاً چی نمیگن از بوی جنت با مشامشون هم دلایل اینا بوی جنت از 500 سال مسافه میرسه. یکیش از جمله زنای نام رسول الله صلی الله علیه و که اینا کی هستن کالا پوشیدن رقت برهنه هستن. آقا شما مشاهده میکنید کالا پوشیدن خوب سیما در رقت برهنه هستن. این به این معنی که تمام اندامشون چه ظاهر است. یک مائلات ممیلات یعنی به این معنی که به تکبر را میرن و خوش میدن مردم دیگه فاسق و فاجر میسازن. حدیث رسول الله وقتی زن از خانه بیرون میشه میگه شیطان دارایش خود اصلاح میکنه در کمین که چه قسم مردم رو دام کرده. از این خاطر اگر زن مسلمان از خانه بیرون میشه زن مؤمنه و شما از خانه بیرون میشه در این شک نیست که زن دیگه ما به این متهم نمیشن فلان کاری که ما به این باشه. خود زن مؤمنه صفاتش را داره میشه خانه که بیرون میشه با حجاب بیرون میشه. حجاب لباس فرد گسترده تمام جانش فرا گرفته حتی در سخن خود حتی در وقتی که راه میره در رفتن خود از ناز از کشما کار نمیگه بخاطر اینکه خانه شاورش نیست اینجا خانه مردم وقتی بیرون میشه. میگه به شما باور کنید وقتی زن مسلمان داشته جلوی کل مردم ازش خوف میکنن که باید نباید کسی باید چی کنه باید خود باید کنه بخاطر زن مؤمنه و وفیفه متاسفانه ما شما مشاهده کنیم و این برادران نیست یک نوچی است رسول برش دیوس گفته دیوس کسی هست که در خانهش مرد داخل میشه مردا از این خبر داره که کسی چی میکنه به خانهش یک نوع دیاست کسی نمیاد برادران یک نفر زنش به حجاب در احرابش مردم میگرده در بازار
هیچ مطلقیت نه یک منکر است که باید مطلقاً باید چی شود گرفته شود. و این کلانترین فساد در امت رسول صلی الله علیه و سلم است. به این خاطر که باید ادعا ما به شکل بیرون میشه دیگه مردم ها را به شکل گمراه جور میکنه. والله عز وجل ما شما را چیز نگاه کنه و بر ما واقعا غیرت حقیقی را در ما پیدا کنه. ما بعضی مردم برادران غیرت داریم خود از بیجای او تو غیرت مصرف میکنه. در خانه مثلا یکی رو لط دیگر رو بزن بسیار مردم آمد درست خود در بیرون بازیش اصل غیرت در بیرون است برادر. ایسا در نام میگه رسول سر میگه خفا نمیشه. اما در وقت خفا میشه روی مبارک تغییر میکرد. حضرت در حدیث آمده که چهرهش تو سرخ میشد رسول الله صلی الله علیه و مبارک روی سفید داشت. الله عز مال قربان اساس میدادن. آقا روی سفید رویش میگه سفید بود وقتی که میگه در غضب میشد فکر میکردی که انار نیست اناره. اما آبش در روی پاش که درست سرخ میشد رسول الله صلی الله علیه و چی وقتی که یک حرمتی از الله در مورد حد قرار میگیره. مثلا ما شما بیرون که میریم یک زن مسلمان وقتی که حجاب نداشته باشه موش به این شکل باشه. یک مرد مسلمان کسی میبینه پیش زن رفته کسی میبینه که موسیقی گوش میکنه کسی میبینه که نظام فاسد مفسدین در این اون دفاع کرده میره. این وقت که باید چهره ما شما تغییر کنه. این وقت باید خون در رگای ما شما گرم شه که چرا این کار فرات میگه در امت رسول الله صلی الله علیه و ما متاسفانه وقتی خون در ما گرم میشه که امو جناب عالی مورد ضربه قرار میگیره. یعنی به این ما درجه کافری ما نریزه آبروی عالم نریزه آبروی مسلمان آبروی بعضی کسا نریزه تو رو قال مقال نمیکنه آبروی خودش که در کار بود باز رسول صلی بانه نگرد در اینجا با در کار باز یا خود دایره هم تجاوز ما باشه برادرها باید نباشه یه خاطر است انسان باید سه باید موقف مسلمان هم داشته باشه و جمله همی است که به این اتفاق میکنه که دروغ بین مردم زیاد میشه و در حدیث رسول صلی میگه که انتفاق الاهله چی معنی می هدالت ما شما مشاهده میکنیم که برویت از روزه میگیریم برویتش ما شما افطار میکنیم برویتش عید میکنیم رسول میگه ببینیم که میگه بعض وقتا در نزدیکی روز قیامت مفتاب یک شبه هلال یک شبه چهارشبه برد معلوم میشه چهارشبه برد معلوم میشه از این خاطر یک مسئله فقهی سر میخوام برای برادرها بیان کنم ما همیشه در پاکستان از مشکل کلام داریم همیشه این سوال از ما صورت میگیره از بعض برادرها در فهم سوال که بعضی به این هستن که مثلا ما امروز روزه میگیریم بعضی برادرها بعضی فردا روزه میگیرن امروز کسی میکنه فردا کسی دیگه میکنه به اختلاف میشه حتی به تکفیری گپا میانجام ما به این برادرها که دری که حدیث رسول الله صلی الله علیه و آله هر کسی بر اونمو حدیث عمل میکنه با فهم خود او برادر مسلمان است. ابن عباس در مکه بود در مدینه بود در مکه ببینید این اختلاف در وقت بود از پیش معاویه کسی آمد ابن عباس گفت که شما تو گفت روزه دارین امروز شما عید نکردین گفت چرا؟ گفت به خاطری که معاویه که خلیفه مسلمان و نه خلیفه مسلمان است در شام گفت در پنجشنبه اونا روزه بودن هلال میگه در پنجشنبه و امروز اینجا عید است گفت ما در جمعه دیدیم ما دیدیم ترجمه ایدیم یعنی به ما این که اختلاف هاش خلاص نفس میگه نه معاویه کافر است یا ما کافر است میگه شمشیر رو بده جو مقاله نوشته کنه تو قضیه فقهی باشه این بود اشراط ساعت افکار ان شاء الله از این مفصل‌تر میشه ان شاء الله درباره علامات روز قیامت علامات بزرگ دو بعض علامات کوچک هم است که بعض علامات بزرگ قیامت چی رخ میده الله عز و جل که ما شما در اینجا خانه رو بخاری خانش گرفتیم الله عز و جل ما رو مستفید بگردانه الله عز و جل روز قیامت به ما شما رو توشیه بگردانه الله عز و جل ما رو استثناء نگاه کنه الله عز و جل ما شما رو خودمان اولاد ما اولاد اولاد ما رو استثناء نگاه کنه الله عز و جل ما رو استثناء واقعی نسازه الله عز و جل بر ما شما در وقت استثناء رو خود بر ما علم نافع و مفید بر ما کنه و بر ما ارزانی کنه و همچنین دوست صالح بر ما ارزانی کنه و از کسایی که در روز قیامت میگن که کاش من فلان دوست نمیگه وقت قیامت مر از راه الله عز و جل ما دور کرد با یک قسم دوستا و شما را آشنایی نسازه و صلی الله علی محمد و آله و صحبه